با سلام و درود دوستای محترم خدمت شما عزیزان. دوستان، یک شاپسنگ جدیدی امشب دست من رسیده که با هم ملاحظه میکنی عزیزان. ملاحظه بفرمایید دوستان. این شاپسنگ زیبا و جالبی هستش و قشنگ سوختگی ها رو میبینی عزیزان که در اثر این سوختگی که به سمت زمین میاد. بله، این طرفش و جذب آهن رو با هم داره و بسیار بسیار جالب و البته ناگفته نمان عزیزان. این سنگ خیلی سالهای دور میشه گفت که افتاده روی زمین و اون رو هم میشه از اینجایی که این قسمتی سفید شده فهمید. بله، این میدین سیاه تره، یه روی زمین بوده کفش که میشه و این قسمت هایی که سفید شده آفتاب خورده دوستای محترم. خب امیدوارم که خوشتون رو باشه دوستان این سنگ. تا شاپ سنگ دیگر بدرود و خدا نگهدار.